سلام دوستان، به یک از برنامه‌های دیگه ما خوش آمدین در ترکیه استانبول. اینجا هم که میبینی منطقه سلطان احمد، منطقه لوکسیه از نظر طبیعی. این قسمت هم روی مسجد سلطان احمد، مسجد حاجیا صوفی. ما الان در سلطان احمد دوباره برگشتیم. روز اول، شب اول شهر زنده ایه از هر نظر، مردم، شروع. ما اینجا هتلی که گرفتیم دیشب آمدیم و تو هتلی که گرفتیم 4 ستاره، ولی به 4 ستاره نمیخوره امکاناتش واقعا. به اینترنت چیزی که آدم بوک میکنه میایه و تا چیزا نیست، هست به حد معمولی دیگه، واقعا جای تعریف نداره. ولی منظره که بیرون داره اینجاش خوب است. اینجا ساحل ترکیه رو میگریم، ساحل ترکیه، ساحل استانبول. امروز بریم در شهر استانبول، یکم در بازارش رو بریم، در شهرش، در منطقه سلطان احمد هستیم در استانبول. و ای که ماشینایی که اینجا هست گلف 6 و سبک ماشیناش خوبه البته در این منطقه. و ای که تر استایل خیابانایش تمام به چیز میمونه، تر بافت شهری ایران. ای که قشنگ است، تر زنده داره، سنتی. شهر گروه ها، چقدر گروه ها داره اینجا ها. هر طرف خیابان میری گروه ها، یکی گروه ها بخیر عجیبه، یه چیز دیگه بجز گروه هایت نیست. آدم در سربالایی ها اینجا یک رقم خسته میشن. ایمان از چی کنن؟ افغان هستی؟ وطندار من بود، گفتم افغان نیستم، هرچون بود نبود، یه رقم سر تکان داد، شاید هم نبوده که نفهمید چی گفتیم ما. اینجا هم که میبینی منطقه سلطان احمد، خود مسجدش واقعا منطقه لوکسیه از نظر طبیعیتی. تمام کسایی که اینجا هستن تمام توریستن. خود ترک هم هست، شاید اونجا کار کنه ولی کسی اینجا خانه نداره که در این زندگی کنه. منطقه بسیار توریستی هستن. شبش خیلی قشنگه، مخصوصا از هتل ما این قسمتش خیلی قشنگ دیده میشه. کم کم بریم ما هم در بازارش برسیم و پیدا کنم از این مسیری که آمدیم بیتونم باز هتل رو پیدا کنم. سخت است یکم پیدا کردنش، خیلی پیش در پیش بود، راحت نمیشدم پیدا کرد. این نمای روبروی منطقه سلطان احمد، فکر کنم آی صوفیا باید باشن، اطلاعی نداریم ولی منطقه قشنگه. منطقه لوکسیه. صحن مسجد آمدیم.
منطقه خوبی هستن دختر خانه سوال کردم برای ورودیش هم گفت از بیرون باید بریم، از تو مردم بیرون میان، ما از بیرون باید بریم داخل. آها از اون منطقه است، ما باید بریم داخل از اون پشت. چقدر نفر هم زیاد است. توضیحاتش هم در انگلیسی دارن میدن اینجا. چی میگن؟ Hoş geldiniz. عکس مکس مجانی. Lütfen girişte bulunan pano üzerindeki kıyafet görsellerine dikkat edin. لطفاً مگه زیاد سر صدا نکنیم. قربان دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم، چون یک منبع نمک تموم نشدنی برای خودمون پیدا کردیم. اینجا خیلی جالبه برای زنایی که دامن دارن باید که کیسه در پای خانمشون میرن کیسه درشان میدن که حجاب اسلامیشان رعایت شد. مثلا پویسری هم که هستن اینا به خاطر ورود مسجد باید که چادر سر کنن. اون سرگروه تیمشون انگار داشتن توضیح میدن که چیکار بکنن. حداقل پلاستیک به آدم میداد که کفش خودم دیس کنه اگر امکاناتش کم است، وقت تعریفی نیست. و ما کم کم بریم داخل خود مسجد بنگریم چطور است. خود مسجد بوی عرم است. البته بزرگی مسجد، عظمتش، شکوهش. جدی میفرمایی؟ همه از خود تو لیدر دارن، همه چیز توضیح میده بهشون. و ما یک از غریبایشیم، ما هیچی نداریم. خب از نظر فیلم گرفتن این آدم کس چیز نمیگه، چون همگی در این کار مشغول هستن. اگه جای دیگه باشه برای فیلم گرفتن شاید آدم یکم دل بزنن، چون فیلم از خودم نمیگیرم، از اینا دارم میگیرم. بریم جلوتر ببینیم چی دارم. شهر مسجد گرد و گنبدی یعنی 6 تا همین چیز گنبد داره، یا گنبد گنده وسطشان همین و دورش هم دور تا دورش هم گنبدهای کوچیک‌تر، بازم کوچیک‌تر 3 تا داخلش دارن. من خدا زنه که هرش که میاد اینجا یک چیز لاته انداختن در سرشان. باشه که اون بود استوری اینجا برای ما توضیح میداد داستان چی هست مسجد، چرا اینقدر مشهوره علتش. علت مشهور بودن اینجا بریم مسجد آیه صوفیا رو بینگرم ببینیم چی تو میگه. حاجیا صوفیا، حالا صوفیا هم چون اسم زن باشه، حاجیا خانم صوفیا. احتمالا دیگه مثل سلطان احمد دیزاین همشش باید قدیمی باشه و قشنگه. این به نسبت مثل مسجد سلطان احمد شلوغ نیستن، ولی قسمت ورودی نه ورودی نیست، مشامی چیستن پیسه است. with money or Hello. How are you? I'm okay. You need ticket. ticket. Where can I go? Let me show you the ticket.
It's right there, next to cafe. Oh, next to car. فکر می‌کنی انگلیسی حرف می‌زنی؟ Thank you. انگلیسی هم در حد لالیگایا. No problem. هی که تیکت باید از اینجا بخرم، لیرم ندارم. کاش یه جایی بود من لیر چنج میکردم. مسجد حاجی صوفیا هم خواستم برم نگاه کنم. واقعا جای تاسف داره. تیکتش به قدری گران است که آدم من که برای اولین بار میام، خب شوق دیدنش هست که چی هست و قد مشهور است. گران است، واقعا گران است. ما در فکر ازی بودیم که شاید مسجد رو بگه 200 لیر. 200 لیر معقوله میشه، ولی که 2400 2500 با هم دیگه مسجد و موزه نمیشه، واقعا ظلم است. پول بده. پول چی میخوای؟ پول زور بده. پول. یعنی باید خودشان هم به قول چیزا وجدان داشته باشن. منطقه توریستیه، فقط تیغ زدنه مثلا این مردم. خیلی تاثیرگذار بود. ما را تیر از دیدن موزه بریم خود بازار و شهر از اینجا رو بگیریم چطور است. البته از اینجا خرید نموشه کرد، خریدی که آدم از اینجا کنه نمیاد. گرانی الان تازبه داره، تازبهش 200 روپیه. احتمالاً جای دیگه اگه آدم بره خرید بکنه خیلی ارزان‌تر باید باشه. اوه اینجا چیز داره، آب میوه و میوه اینا. آب انار رو میزای صبحانه است فکر کنم اینجا. دو قسمت آب انار اینا داشت، ولی خب یک قسمت جانزنیه. یکی از چیزهای جذابی که دیگه اینجا داره، اول حق همیشه با ماشینه، بعد پیاده رو. اینجا آدم بیاره باید خیلی مواظب خود باشه ماشین ترن نزنشن. ما که مثلا شاید از کشورهای دیگه بیم خب اروپایی فکر میکنیم شاید قانون هم او باشه که آدم حداقل 100 میکنه براشون تا او تیر شه، من هیچ که ثبت نمیکنه. نمونش بی شرف، بی غیرت، پوفیوز، حمال، عوضی. از یه گونه اینجا ما رو موتور بزنم. من یه کمی میهراسم. ترین استیشن هایشان در اینجا خب چیز دارن، ورودی دارن. خب کسی بخواد سوار شده که میپره، ولی خب شاید پلیس داشته باشه سعی کنن چکینش. اسپانیایی، نفرهای اسپانیایی هم زیاد دارن اینجا. پیشتر من که دیدم اسپانیایی گرد میزد. مغازهای کبابی و بازارهای دیگه شد تقریبا از چند ساعت دیگهش بازار اونا شروع میشن، مردم گوشنشان شدن چون اولی صبح است، کسی نمیگرن صبحانه رو خوردن. خوبی داره که اینجا صرافی زیاد است. الان 50 رو چنج میکنه تقریبا میشه 2,500. 100 لیر دیگه هم خورد کردیم. البته اینجا که داماد اینجا اینجا بهتر میخرید 53 تقریبا. چقدر شد یاد مرا 5300 شدن. 1000 تا هم سیم کارت سیم گرفتیم، 1000 تا 905 گیگش. دیگه آره دیگه فعلا همینجا بریم بازار رو بگردیم.
ولی بازارش نمیدونم، ولی باید سوال کنم. ولی بازار قشنگه، مثل بازار رضای ایران دیگه. Evet, Kazak balasıyla Türk balası yan yana. İki kardeş balalarımız var. Thank you. دقیقا همون سبک و تمام چیزش مثل همونجا. حتی جنسایی هم که سودا میکنن، ادویه و زعفران و چشم نظر و چیزهای دیگه ای که دارن. البته من شده بازار یک دور بزنم برم از سمت دیگهش هم بیام ببینم اون سمت دیگهش چی داشته. ولی از نظر طراحی تمامش یک چیز است، از نظر دیزاین. آمدیم یکی دیگه از موزه‌های شهر استانبول و بازم تیکتش گران است. اونجا تیکت میفروشن و هر تیکتش 3500 لیره، تقریبا 70 یورو. یعنی واقعا بی‌انصافیه. ما در آلمان هم چیزایی برای موزه نمیدیم که در اینجا باید آدم بیدن. اینا مردم چی خیال کردن؟ ساده فرض کردیم ما رو؟ بله ما ساده هستیم ولی نه دیگه اینقدر. درسته جایش قشنگه هر رقم، ولی پیسهش زیاد است. و که این جماعت که از خود توریست است، توریست هم اینا دیگه بگفته بعضی ها توریست اینا میگرن فقط میچاپنش. خب فعلا آمدیم در یک رستوران. نمیدونم این چیزی که آورده پیش از غذا چیست، نامش دقیقا بادمجان است، ولی خب مقطع تلخ است. عکسش باز میمانیم سعی کنیم. مقصد رستورانش خوبه، لوکس است، با همراه هتل هم. شده بعد ما همینجا میایم اگر دوباره استانبول آمدیم. بنده خودم ازش گفتم که غذا چند شد، رفت برای ما چایی ما آورد، چون که حالا آشناییم. چای ترکی بگیریم چه رقم است دیگه. انتخاب خودش بود، ما چیز نگفتیم، گفتم تمام شو بریم. و یه باقلوایش هم کیفیت خوبی نداره نسبت به باقلوای خودم خریدم. ظاهرش همون رقم است. نه دیگه خودم نمیرسم، خودم خیلی بهترم. نظر غذا که افتضاح، از نظر حالا سرویسش خوب است، بد نیست. نسبت به سرویسش میشه گفت سرویسش خوبه. هتلش هم نجم چه هتل نام داره این. چایش هم معمولیه دیگه، چای خاصی هم نیه دیگه. فقط تنها پیشنهادی که میشه کرده کسایی که میان ترکیه استانبول غذا از منطقه توریستی نخورن. گرون بی کیفیت، مثلا ارزش نداره. من یک سری جای دیگه غذا خوردم، از این دورتر بود مرکز شهر، خیلی بهتر از این بود، ارزونتر، بهتر. میگه اینجا فقط در فکر ازی هستن که مردم ها رو چرا هم از
جیبشون پیسه رو گور کنه و در جانزنیه دیگه. اونجا یک چیز فقط در جان مردم بیزنن دیگه. اینجا الان مسافرم با چشم یک پول میبینم، هیچ دیگه نیم، هیچ. یک مدل چیز هم آورده که من در اینجا برای سایتشان امتیاز بدم، برای هتلشان. جالبیه که سایت برام آورده تمام ستاره هاشم خودش پر میکنه، یعنی من میگه رو 5 بذار. ما خنده میگرفتم من پر میکنم یا تو پر میکنی؟ ایره نامت سایت چه بسته کردم اصلا بار خودت پر کن. در کل منطقهش خوبه، منطقه آرامیه، موزیک رو داشته، ولی همه چیز غذا به همه. غذا خوب نباشه ظاهر قضیه خوبه، نه چیز دیگه. این روزم اگر شد بارم یکم داخل شهر بگردم شبش. نمیدونم در شب چه رقم هست، البته باتری موبایلم زیاد نیست، فکر نمیکردم باتری چقدر باشه. خدا کنه بکشه، نکشید مجبورم برگردم چون فیلم گرفتن نمیشه دیگه. خب ما الان در سلطان احمد دوباره برگشتیم و روز اول، شب اول، ولی واقعا شهر زنده ایه از هر نظر، مردم شور، واقعا شهر قشنگیه. در شب مخصوصا، در روز اوقات دیده نمیشه ولی در شب واقعا آدم کیف میکنه داخل شهر راه بره. از همه نظر همه چیز چراغانی، مردم، هوا خوب، دست فروش ها. من فکر کنم تا 12 شب وقتی که اینجا نفر راه بره توی بازار باشه، همینجا نفر باشه و بازار باز است. و البته داخل پاساژ اینا نه، لب خیابان و اینا چیزی که دست خودشان تا کی باز باشن. واقعا قشنگه، مخصوصا پشت سرم مسجد سلطان احمد. چه هوایی هم هست. این منطقه توریستیه، یعنی واقعا بجز توریست دیگه هیچ دیگه آدم نمیتونه اونجا پیدا کنه و قیمت هم واقعا وحشتناکه از نظر قیمت. مسجد آیه صوفیایی نباشه، آیه صوفیا دیگه همین سلطان احمد، آیه صوفیا روبرویش بود باشه و پشت و این قشنگتر هم هست، هزینه نداره برای دیدنش. ولی آیه صوفیا، البته حاجی صوفیا است، ما آیه صوفیا میگیم، اونجا خیلی گرانه است، حتی تیکت ورودیش تقریبا 50 یوروه. خب الان میخوایم بریم بازار روز، باید برم سوار یه اتوبوس شوم 8 پشت سرم هست و ایستگاه اتوبوس شدم در اینجا خیلی شلوغه، از هر طرف بوسه که بوسه، مثلا هیچ فهمیدن نمیشه چه رقم است. ما الان بازار روز ترکیه هستیم، همونجوری که میبینین بسیار شلوغ است، یک بیروبار، یک گندگی هست. بازار روزش بسیار شلوغ است، جنساش نسبتاً خیلی ارزان‌تر از جای دیگه. 350 لیر توی حدود هستش، یعنی 350 لیرش الان هیچی نمیشه در خود ترکیه. از این یک لباس 350 لیرش ارزونه نسبت. تا الان اینجاش خلوت‌تره ولی در کل بازار قشنگیه. بازار روز دیگه جنسای نسبتاً بی کیفیت‌تر و ارزان‌تر. تمام. This? No.
Gut? بی دلغک. میگه هم از فرهنگشانم. میگه بیا ببین من چی میخورم، باز علامت دستشانم. یعنی واقعا مردم ترکیه نظر فرهنگ یکم ضعیفتره. خودشان اروپایی هم میدانن، نصف اروپایی، ولی ضعیفن از نظر فرهنگی. واقعا ضعیفن. قسمتش اینا بولانی جور میکنن در اینجا. How much بروده؟ How much؟ How much? وقت 150 150 200 اوکی. 200 هفته. This is نام بولانی؟ بولانی نام؟ What's the name؟ پاتاتو موتزارلا چیز اسپناچ بیف Aymal this پاتاتو potato. کارتوشکا. Yeah. This. This کارتوشکا. This is potato, yeah? پاتاتو 1 2 Yeah, one. سا پاتاتا. Yeah. بولانیش گرفتیم، جایی برشتن نبودم، او را پیش کردیم آمادیم در آب بخوریم. مزه خاصی نداره، فقط اون بولانی خودمونه، نمکش کمتره. تقریبا این را 150 لیر پیسش شد. اسمش به ترکی میشه پاتاتیسی. البته بولانی چیزش بولانیش. Çantacı markacı korkma kral. کیا میترسونند؟ من از بچگی تو جنگ بزرگ شدم تا حالا نگفتم. همگیشون یک مدل قوانی هم تو برای صدا زدن مشتری جیغ میزنن. بخش می فروش های شگرقه هم مردم جیغ میزنن انگار که شگفت است. والا یکی دیگهش بود جیغ میزد، نمایش دیگر نشان میداد. Haydi marka, haydi marka, haydi marka, hop. چی دیشو کردیم خب الان هم رسیدیم لب ساحل ترکیه. یا خیلی از این ساحل خاطره داره و داستان ها. حالا خودمان هم یک زمان هم اینجا بودیم، میگذره زمان 12 سال پیش دیگه. اونای خاطره دارن کامنت کنن. نه خواستم باید از این وطندارا گپ دهیم تا هنوز پیدا نکردیم که شخصی را کسی. قدیم تو زمانی که ما بودیم در اینجا افغانا خیلی زیاد بود، باز شنیده بودم اینجا نسبتا باز خیلی زیادتر شده بود، ولی الان دیگه کسی نیه. مثل که اکثرا بور کردن یا یک شرایط سخته که هیچکی از خانهایشان نمیاد اینجا که نگیرنشان. ولی باز هم یک چند نفر خانواده افغان نفر مجرتی رو اینجا هم دیدیم، ولی طوری نشد که بریم ازشان یک گپ بزنیم. قدم به قدم اینجا پر از خاطرات قدیم هست. چه روزگاری.
دوستان، امروز روز آخر است که ما در استانبول هستیم. بازار، شهر، همه جا رو ما دوره کردیم و جای خوبش که آدم میتونه نام ببره. منطقه سلطان احمده که ما همینجا هتل داریم، منطقه توریستی، جایش خوبه دیگه. جاذبه‌های گردشگریش هم همین سلطان احمد مسجدش و ای که حاجی صوفیا است، نمیدونم آیا صوفیا است چی است نامش دقیقا، ولی خب در موزهش ما نرفتیم، در موزه حاجی صوفیا، چون که در اونجا بلیتش خیلی گران بود و یک دانه منطقه دیگه هم بود اونجا قصر مانند بود، نمیدونم برای چی بود دقیقا. او موزه داشت، موزه او 70 یورو شد که واقعا سنگین است. جورایی میشه گفت که جای تاسف داره، ولی یک از گران آدم باید کم انصاف داشته باشه و یکی خود ترکان واقعا در این منطقه از نظر هتل، غذا، همه چیزش خوب است ولی انصاف نداره. یعنی یک غذای معمولی ترینش 1000 لیره تقریبا میشه 20 یورو. هتلش هم ارزون ترینش از شبی 50 یورو شروع میشه که خودیم شبی 70 یورو گرفتیم. دیگه جای دیگهش من رفتم سوال کردم تقریبا 100 خورده ای بود، یعنی یکم هتلش لوکس‌تر و بزرگتر و بهتر، خیلی گرانتر بود و غذایش هم واقعا یعنی کمترینش 1000 یورویه در اینجا و ای که یکم غذایش بهتر باشه یا که یکم لوکس‌تر باشه، قابل پلو باشه توی مایه ها دیگه، اونا بالای 2000 گفتم میشه. ما غذا در اینجا دیدیم نزدیک حتی 4000 بود دیگه. 4000ش تقریبا شاید 70-80 یورو برای یک پرس غذا واقعا زیاد است. منطقه های دیگه هستش، مثلا اینجا منطقه که هست منطقه زایت همون منطقه اروپاییش گفتم میشه، طرف اروپاییش هست. منطقه آسیاییش تقریبا او طرف گفتم میشه دیگه، اون ارزان تر است. باز ما یک روز زنگ زده بودیم یکی از وطندارا در رستورانشان، نمیدونستم فاصلهش چقدر است، زنگ زدم بهش سفارش دادم غذا، بعدش گفتم میاری، گفت ایت گپ، بعد گفتم من منطقه مثلا در این قسمت از شهر است هتلم. بعد بنده خدا گفت نه اوقات نموید چون ما فاصله‌مون نسبت به هتل خیلی زیاد است، 1 ساعت با ماشین راه. گفت نمیشه اصلا، ما امکان نداره اونجا آدم برسه، خیلی دور است دیگه. گفتیم صحیح است، سفارش لغوش کردیم. گاهی اوقات غذا سفارش میدم داخل هتل، گاهی اوقات میگیرم بیرون دیگه. آدم میتونه نه که فقط در خود این منطقه آدم غذا بگیره، جای اطراف اینجا میتونه بره، اطرافش غذایش تنوعش بهتر است، ارزانتر است. در بازار روزش که رفته بودم اونجا یک منطقه بود، منطقهش نسبت به اینجا پایین‌تر گفتم باشه، چون تقریبا تا اینجا 1 ساعت فاصله داشت. دو تا قطار چنجش کردم و یک اتوبوس و تا اونجا 1 ساعت راه بود. اونجا که رفتم منطقهش پایین‌تر، یعنی خیلی از نظر فرهنگی نسبت به اینجا پایین‌تره، از نظر رفتار مردم، گپ زدنشان، خیلی چیزای دیگه. مثلا ترکیه، استانبول خیلی بزرگه، منطقهش هم خیلی تفاوت فرهنگی، مردمش خیلی زیاد است و ای که اگر هم کسی میخواد بیاد، ما خودیم با تور گرفته بودیم در اینجا که آمدیم برای 5 روز، ولی اگر دفعه بعد بخوام بیام با تور نمیام، تیکتش میگیرم تمام. مثلا اگر سرویسی از خود فرودگاه تا هتل که من گرفتم الان، آدم میتونه با تاکسی خیلی راحت از اونجا اگر خواست بیایه، اگر نه که استانبول کارتا بگیره با ترن استیشن بیایه. ترن استیشنشون تو ساعت 12 شب کار میکنه. اگر کسی واقعا میخواد بیاد فقط بلیط بگیره، هیچ دیگه لازم نیست که مثلا هتل سفارش بده که چیز دیگه. This is air traffic control. You're cleared for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please.